متفاوت ترین مربا همین مربای کامکاته، هم از نظر عطر و بو هم طعم و با فوق العاده هم شیک و خوشگله. بریم درستش کنیم. کامکاتا رو بشوریم، دم و برگ رو جدا کنین، از وسط نصف کنین و هسته‌هاشو در بیارین. توی یه قابلمه آب و جوش بیارین و بهش کامکاتا رو اضافه کنین. اجازه بدین مجدد به جوش بیفته و 5 دقیقه بجوشه. بعدم کامکاتا رو در بیارین از آب جوش و بریزین سریع داخل آب سرد. اجازه بدین خنک بشه. آب کش کنین و مجدد آب قابلمه رو جدید بریزین به جوش. مراحل رو تکرار کنین تا 3 بار. حالا شکر و آب و رنده پوست پرتقال رو به همراه آب نصف پرتقال روی حرارت ملایم بذارین تا به جوش بیاد و غلیظ بشه. بعدم با آب لیمو و برس دیوارهای ظرفتون رو تمیز کنین. کامکاتا رو بریزین داخلش و اجازه بدین 1 ساعت توی این شربت بجوشه. حتما هم وسط پخت چندین بار دیوارهای ظرفتون رو با آب لیمو تمیز کنین و در آخر هم رنده یه پوست پرتقال دیگر بهش اضافه کنین. یه مقدار از موادتون رو داخل یه ظرف بذارین داخل فریزر در بیارین و قوامش به این صورت بود. شعله رو خاموش کنین چون مربا بعد سرد شدن هم غلیظ میشه.